عطر نمیاد؟ عطر چرا؟ نمیدونم ولی هیچ گلی نمیبینم. عطر یه گلیه. اوناست. یاسه. کنوسه. یاسه. بی خیال. شوفه کنوسه؟ شوفه کنوسه عطر داره. خیلی خوشبوه. من باورم نمیشه. اجازه بده. الان رد و بخوش سر تو چقدر ترسویی بابا. چقدر عجیب. آره خیلی کار داریم امروز به خدا. تازه میخوایم شروع کنیم خمیر برم. زشته واقعا دیر. سلام خوش اومدید. خوش از خونه ما. اینجا رو چیز بکن. سلام. چی شد؟ سلام میکردی؟ چرا نبم میکردی؟ بقیه‌اش هم بگو دیگه. خب چی بگم؟ سلام بچه‌ها. دلم تنگ شده بود و همش میگفتم که کی بشه برم یه اپیزود دیگه بگیریم، یه رسیپی جدید دیگه. سلام قربونتون. من که خیلی خوشحال هستم. من حرفی ندارم. همینجون دوباره اومده. بنابراین من همینجوری پیش‌ورز خوشحال. خوش اومدین به یه اپیزود دیگه با امین جون و نون داریم امروز هم دوباره. یه نون خوشمزه. بریم ببینیم قراره امروز چیکار کنیم. با ما همراه باشید. قربون تو خیلی خوش اومدی. مرسی. من خودم خیلی دلم تنگ شده بود. عزیزم حال دیگه. امروز چی آوردیم برسید؟ امروز یه نون خیلی خوشگل بچه‌ها. اولا که خیلی بامزه است. می‌خواستم یک نون دیگه شبیه این نون درست کنم که در واقع خمیرش یه جور خمیر بریوشه و توش یه کرم پنیری با پنیر خامه‌ای داشت و میوه یا مربا. بعد همینجور که داشتم رسیپی های مختلفش رو بررسی میکردم، این رو من سابقه درست کردنش رو دارم و همم عاشقشم. یهو برخوردم به یه رسیپی با همین عکس، شبیه همون عکس‌ها ولی با یه اسم روسی، واتروشکا یا واتروشکی. چقدر دیگه لحجه دار شدم. واتروشکا. اسپسیبا. نکته جالبش این بود که وقتی رفتم مواد اولیه‌اش رو نگاه کردم، یه کلمه‌ای بود که خیلی آشنا بود. کلمه‌ای که اینجا شما می‌بینید. سماور. مثل سماور که تورق. یادتونه تو یکی از رسیپی‌ها من اسم تورق رو آوردم. این تورق زیباست که چند تا از بچهای گیلان حتی گفتن که ما با اینکه گیلانی هستیم تا حالا این پنیر رو اسمش رو نشنیدیم و نخوردیم. واقعا پنیر فراگیری نیست ولی اگه نگاش کنین مطمئنم که خیلیاتون حتی در استانهای دیگه مثل کردستان، آذربایجان، نمیدونم شاید لرستان، شاید همه جا نمونهش رو دیده باشین. پنیر خاکه است یه جورایی. پنیر همون چیزی شبیه پنیر خیکی یا چیزی که یا پنیر کوزه حتی بهش میگن. پنیر خاکه. آره. به هر حال تو منطقه ما بهش میگن پنیر تورق. خب و جالبه که من متوجه شدم که این اسم یه اسمیه که ظاهرا تو روسیه، اروپای شرقی، مثلا لهستان، یه ذره آواش متفاوته. آره با یه ذره آوای مختلف، مثلا تورق با لهجه‌های مختلف. حالا شاید فکر کنین که مثلا کاتج چیزه ولی بیشتر میشه گفت این همون معادل پنیر کوارکه که مثلا میدونم آلمان پنیر کوارک هست. من تو رسیپی‌های آلمانی زیاد دیدم. فرقش با کاتج اینه که پنیر کاتج یه ذره انگار اون چیزی که من دیدم تا حالا که نخوردم یه مقدار آبدارتره و اون ظاهراً با نمکی نیست. نمیدونم چون نخوردم نمیدونم. اون نیست. آره. حالا اینو من اصلا عمدن آوردم. مثلا کلا از اون رسیپی بریوشبانی که حالا چیز کیکی طوره گذشتم، گفتم ما واتروشکا بخوریم. هم اسمش با نمکه. انگار مثلا یه مامان بزرگ با نمکه. همین که پنیر تورق رو ببینین از نزدیک. افشین مزه‌ش چجوریه؟ تو اگه بخوای از بوش بگی قبل مزه‌ش، بوش برای تو یادآور؟ برای من بوی خاصی نمیده. بوی خیلی ماستیه. آفرین ماستیه. بیش از این که پنیر باشه بوی ماست میده. این ورژن گیلانیش نمکیه حسابی. آره قشنگ یه ذره از کشک نمکش کمتره به نظرم.
و چه اشاره درستی، یه ذره ترشی هم داره. آفرین، ترشی و شوری کشکو داره یکم. خب بچه‌ها این بی‌نظیره. ما الان قبل اینکه بیایم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، بعد عمی گفت این زیاد میاد. بعد ببین به من دستور اولم فردا تخم مرغ و اردکی آبپز می‌کنی با این با پته با کره محلی. اگر براتون سواله که حالا ما تورق نداریم چیکار کنیم، این رسیپی یه مقداری هم پنیر خامه‌ای داره. شما همشو پنیر خامه‌ای بزنین، ماسکارپونه یا پنیر خامه‌ای مورد علاقتون دیگه بگیرین دیگه. ایران ویلی بگیرین. آره. یه کلکو بکنین. نمیخواستیم. این پنیر رو به شکل بسته‌بندی هم یه سری برندا میزنن. آره مثلا میدونم که دو تا چیزو خودم دیدم. کوارک بزنین، نشد کاتج بزنین. آره کاتج مخلوط با پنیر خامه‌ای بزنین، هر چی که دم دستتون. بسیار خوب. اینایی که میبینید خودمون نمیخوریم. اصلا کلا این مگه چند تا نون میده؟ ما نفر یه دونه میخوریم، دو تا به این میدیم، مثلا به اون تموم شده. مثلا بریم نیم کیلو کرمون آب کنیم. آره. خب برای شروع ما باید یه مقداری کره رو آبش کنیم و عمی جان الان اونور بهتون میگه. بچه‌ها این 160 خورده گرم کره است. 165 گرم. 165 گرم کره است که زودتر آبش کنید. خب چرا؟ به خاطر اینکه بعدا می‌خوایم قاطی موادمون بکنیم یه ذره از دما افتاده باشه. می‌خوام امروز بسپاریم ورز خمیر رو به این بچه. آره برای اینکه باید ورز طولانی داده بشه و امروز خیلی وقت همدیگه رو ندیدیم. بعد از مدت‌ها می‌خوایم بشیم یکم گپ بزنیم. دروغ چرا؟ حسش نیست. آره حسش نیست. دروغ چرا؟ چه این کارو بکنه؟ بشین بابا. من بیام اینجا. شیرمون هم باید بذاریم گرم شه. چشم. ما الانی که شروع کردیم عمی جون مثلا چند ساعت اومده، ما دیگه اینقدر خیلی وقت ندیدیم، گپ زدیم و گل گفتیم و شنفتیم، رعد و برق گرفت، بارون گرفت، سیل، رعد و برقای از این آسمون قلمبه‌های دایناسور شطرق خونه میلرزید. گورخانه. بعد برق رفت، دوباره تاریکی نشستیم، بعد دوباره برق اومد، بعد اومدیم گفتیم خب الان بریم، تا اومدیم بریم، دوباره برق رفت. دیگه من میتونم قبل از اینکه خمیرمون منتقل کنیم به همزن یه کاسه داشته باشم؟ یه مرحله پیش همزن داره. آشپزخونه خودتونه بله از اینجا. خب من چقدر شیرم میشه؟ شیر نصف پیمانه میخوایم. تو ریاضیت خوب بوده. نه بابا. وای اگه اینو میگی نه حرف نزن. 123. خب 123 اونو یه مقداری در حد ولرم. این شیر ما این اجاق اصلا نوک انگشتمون مثلا ولرم بودن. 40 درجه. خب عوضش کنم. راستش ما داغ شد. خیلی داغ شد. این چه انگشت بزنی؟ مشخصه که ولا میسته. قشنگ داغه. این اینجا بمونه. خب ما میتونیم توت فرنگی ها اونو نصف کنیم تو این فاصله. بچه‌ها فرنگی ها رو ما برای روی نونمون یه مربایی میخوایم. خب حالا میتونه بلوبری باشه، توت فرنگی باشه، هر چی که شما دوست دارین. من اون نونی که گفتم مشابه اینه و بارها درست کردم و فکر میکنم با پنیر اتفاقا یه چیزی مثل این پنیر محلی که اینجا داریم تورق، انجیر بچه‌ها، فصل انجیر شد با انجیر زردآلو، انجیر و زردآلوی رسیده باهاش عالی میشه دیگه. اونا رو حتی نمیخواد که مربا کنین. این رو هم بنده چون الان رژیم دارم اصلا دیگه مربای توت فرنگی درست نمیکنم. مثلا یه عالمه مربا رو با توت فرنگی رو با یه قاشق عسل میذارم روی حرارت، یه ذره نرم میشه، اونو میریزم رو اوتمیلم یا مثلا با ماست یونانی میخورم. برای امروز هم میخوام همین کارو بکنم. نمیخوام اینو مربا کنم. به نظرم چیزی که دوست دارید رو بخورید، چیزی که خیلی براتون مهم نیست رو رعایت کنین. مثلا خب چیزی که برای مهم نیسته که نمیخورید. آها تو در اون حد شکمویی که فقط چیزایی که برات مهمه میخوری؟ ما دارو مثلا نمیخوریم. اگه دارو رو کم میتونین اینو له کنین، میتونین اینو همینجوری اگه شیرین خور نیستین اصلا
مرباش نکنین یا همین کاری که من میکنم هم نکنین. همینطوری عسل میزنیم، ما یه ذره عسل میزنیم یه کوچولو نرم شه. حتی میتونیم اون کارو کردیم یه دونم تر و تازه روش بذاریم برای قشنگی. شیرمون رو میریزیم تو ظرفمون. چی میخوام؟ 50 تا 100 گرم شکر داشتیم که حالا چون نصف شده میتونیم که 25 تا 50 گرم بزنیم بهش. اصلا نیاوردین نکشید. 25 تا 50 تا دیگه. شما چقدر میخواید؟ معمولا برای خمیر مایه کم میریزیم. به نظرم همون 20. آره یه قاشق به نظرم شاید کافی باشه. درسته؟ 22 همینو بریزیم. خب 22 بچه خدا بده برگردید. راضی باشین. این از این یه کوچولو هم میزنم. دما چطوره؟ دما خوبه، کاملا مناسبه. الان یک و نیم قاشق غذاخوری پودر خمیرمایه فوری من میریزم، یه همین میزنم و چون پودر خمیرمایه فوری نیاز نیست که بذاریم که بمونه که چیز شه. تخم مرغ میخوایم الان. تو دستور اصلی 2 تا بود. 2 تخم مرغ کامل درشت و 2 زرده. ما چون نصف کردیم میشه 1 تخم مرغ کامل و 1 زرده در این مرحله. بازم تخم مرغ داریم ما تو مراحل بعدی. خب الان ببینم کرمون چجوریه. 1 تخم مرغ کامل با 1 ذره. کره که یه ذره از دم افتاده رو بهش اضافه میکنیم. حواستون باشه داغ نباشه که تخم مرغتون اسکرامبل بشه، املت بشه. هم میزنیم خمیر مایه رو میکشه. بله هم میزنیم در حدی که زردها باز شن که الان باز شدن. حالا آرد 300 گرم آرد در واقع 600 گرم، ولی الان چون که ما مواد رو نصف کردیم میشه 300 گرم. 300 تا همین آردایی که تو سوپرمارکت ها بسته بندی میخریم. یه 150 تا بده قاطی کنم. بقیهش رو میریزیم تو دستگاه. کم کم اضافه کنین، هم بزنین تا جایی که مثل مواد کیک بشه. با ویسک هم بزنین، با همزن دستی. باقیش رو با اسپچولا با لیسک و باقیش رو با لیسک و بعد میندازیمش تو دستگاه. یعنی سری پدل بس نکنی؟ چرا دیگه؟ یا هوک میخواد؟ هوک میخواد. اینجا جمعش میکنم، اونجا شما با هوک چیز. میبینین خمیر چجوریه؟ خب الان اینو دیدین؟ الان این به این حالت رسیده. اینو میندازیم توی یه ذره برای همزن من کمه، امیدوارم بشه. نشد با دست فرض میدم. الانم میتونم با دست فرض بدم بخور. میشه بچه خوبیه میشه. چقدر تقریبا 10 دقیقه؟ 15 دقیقه. خب فیلینگ آماده کنی؟ فیلینگ؟ آره. شوکا میترسی از رعد و برق؟ ترس نداره که. چرا نداره؟ بابام به این گندگی میترسه، من نترسم. خب بچه حالا الان وقتشه که شمایی که مربا آماده دارین راحتین، ولی ما یه چیزی درست میکنیم. من دوست ندارم که میوه خام بذارم. میتونیم میوه خام هم بذاریم، ولی توت فرنگی الان اونقدر شیرین نیستن. بنابراین من اینو الان با یه کوچولو شکر و زیادم نمیخوام که بپزه. خب مثلا با یه قاشق شکر حدوداً بعد خاموشش میکنم و این برای زمانیه که میخوایم نونا رو بذاریم توی فر. اینو میذاریم روی مایه پنیریمون. چقدر داره قشنگ غلیظ میشه. قشنگ بوی یه مربای فوق‌العاده رو گرفته. احساس میکنید که مثلا مربای توت فرنگی و آلوی قرمز درست کردی. شما مربای محبوبتون چیه؟
من بچه که بودم مربای آلبالو تمشک بود. بعد بزرگ شدم نمیدونم قدر مرباهای محجورتر رو بیشتر میدونم انگار. مثلا مربای پرتقال که خاله و مامانم خیلی خوب درست میکنن. مربای انجیر. من بچه بودم محبوب ترینم به بود. آره مثلا به قرمز کاش نرم‌تر بود. مثلا به از اون چیزاست که واقعا مربا میشه یه طعم جدید به وجود میاد. اصلا به خیلی چیز فوق العاده ایه. آخه بعضیا نرم برش میدارن. بیشتر از مینا عمه یاسمنم. همیشه زمستونا که بری خونه‌اش مثلا 2 تا بهی، یه سیبی، 2 تا خوجی رو بخاری گذاشته. یعنی اصلا آدم میاد تو خونه دلگرم میشه. عصر غروبی که میاد آره خیلی حس خوبیه. جان من بکشم رو اینو. آره روشو بکش. چقدر باید بهش فرصت بدیم؟ تا حدی که 2 برابر بشه. معمولا خمیرهایی که توشون کره، تخم مرغ، شیر دارن حداقل 2 ساعت باید بمونن. استراحت طولانی دارن. درست. بیشتر از خمیرهایی که فقط، ولی به لطافتشون یه دنیا میارزه. من خمیر با دردسرم زیاد دارم، اما ببین چه خوباشو برای شما میارم. بچه خوب مثبتا رو میارم براتون. قربون محبتتون. خمیر چالشیاشو نمیاره همین. بچه بره. بذارمش بالا یه جای گرمتر هرچی بچه‌ها یه نکته هم بهتون بگم. البته کار درستی نیست. درستش اینه که بذاریم صبوری کنیم خمیر به دل خودش ور بیاد. اما اگه یه وقتی اگه میتونیم یه پروفر مصنوعی براش درست کنیم. اگه که عجله دارین میتونین یه ظرفی رو آب گرم آب جوش توش بریزین با فاصله، مثل حالت بنماری که می‌خوایم بکنین، با خمیر تماس نداشته باشه که اون دماش اینو یکم زودتر پروف کنه. بچه فهمیدیم بالاخره صاحب یه اسپرسو خوری زیبا شدن. بله این برای قهوه ترکه بیشتر. بده بشورم ببر. یه شات دیگه حالا 2 تا از اینا گفته بهت میدم. 2 تا میدم. برای مایه فیلینگمون، یعنی مایه پنیری که میخوایم توی خمیر بریزیم، آره یه تخم مرغ ما نصف این مقدار رو احتیاج داریم. خب نصفش رو قشنگ بزنید که زرد و سفیدش کامل. آقای فیلمبردار گفت مگه میشه نصف کرد؟ تو ذهنش این بود که چجوری زرد در وسط 2 نصف. آقای فیلمبردار ویدیوهای قبلیمون رو ندیدی. نصف تو بچه دیگه نمیخوام وزن کنم. چشمی دیگه دیگه برام میسته. خب فکر میکنیم مادرای روس مثلا مادر بزرگای روس حوصله داشتن همه چی وزن کنن؟ اونوز واقعا. الان اینم تورقمون 200 گرم باید بریزی. آره بیا تورق رو اندازه بگیرن چون یکم حساسن. 200 گرم تورق. بله. ما به بچه‌ها بگیم که رسیپیمون نمک داره ولی اضافه نکنیم. آره بله رسیپیمون 1/2 قاشق چای خوری نمک داشت تو این مرحله، ولی ما دیگه نمیزنیم بهش دیگه. به خمیرمون نمک زدیم؟ نه خسته نباشیم کلا اونم داشت. ما خیلی وقت بود هم دیگر ندیدیم. آبروبریه خیلی. اینقدر حرف داشتیم.
فکر کنم همون همزن دستی میخواد. بدم. من احساس کردم که حتی من میتونم با اگر میخوای این رو به یک کرمی تبدیل کنی میخوای. آره بده. شکرم میخوام، وانیلم میخوام. شکر هم میدم خدمتتون، وانیل هم میدم خدمتتون. متشکرم. شکر رو اگر به من بگین چقدر، وانیل رو خودم براتون نگاه میکنم. شکر 1/4 پیمانه. همینجور شما میتونید بیاین این ور که برق باشه براتون. بله بله. شکر 1/4 پیمانه. شکر رو شما فرمودین بین 50 تا 100 گرم، یعنی ما تو رسیپیمون اینقدر داریم. بله. خب 30 گرم بدم خدمتتون یا 50 رو بدم؟ 40 بده. نه سیخ بسوزه نه کباب، به خاطر اینکه ما مربا هم که نداریم. یه چیز کم شیرینیه. این 30 گرم شکر. وانیل 2 قاشق غذاخوری ما، که البته این وانیل شیرینه، بنابراین در واقع سیروپ وانیل خودمونه. بله بله. چقدر همزنش آقاست. برای من اینقدر جون میکنه میفته. استروسل درست کنیم. استروسل برای روش که یه بافت اضافه تر، یعنی یه لایه بافت دیگه. بله. آرد میخوایم 15 گرم. آره ما چون دست رو نصف کردیم خیلی کم شده همه چی دیگه، توی غذا ساز نمیذاریم. آره توی این چیز کنیم. آخه کره ناره اون توش. خب اون چیزش میکنه. ما که خامه هم داره میزنیم. باشه بچه ریسک میکنیم امروز، از اون روزاست که ما داریم حسابی خرابکاری میکنیم. به نظرم آردمون رو میریزیم. 15 گرم. یه قاشق شکر حدوداً. 15 گرم هم شکر. بعد این مقدار کره. بعد 20 گرم بچه‌ها. 20 گرم کره. حالا اول اینا رو یه کوچولو با هم دیگه سعی میکنم مخلوط کنم که اون استروسل هم درست شه. یه چیز شن مانندی میخوایم دیگه، پولکی. اوکی. میتونیم با نوک انگشتانتون تو غذا ساز که بریزین 3 سوت. آره چون مقدارش کم بود ما نخواستیم که با نوک انگشتان، و الان هم هوا اینجا سرد، گرما ایجاد نمیشه که بخواد اینو خرابش بکنه. یه مقدار خامه فدات شم. نصف بریز لطفا. نصف یک کم از نصفم به نظرم کمتر بریز. چند مرحله بریزم؟ آره چند مرحله بریز. او به نظرم نریز. خب دیگه نریزم حتی نه. آره یکم آرد بریز. آقا ضرر نمی‌کنیم که یکم آرد بریز. آرد بریز فدات شم. خامه میخواد چی کار؟ جواب میده دیگه همونم. خامه مال دستگاه بود به نظرم. اسرو خوبه دیگه الان. سیام خوبه؟ آره تقریبا خوبه. بذار به نظرم خوبه. الان دیگه پودر دیگه همون خاصیت شنی رو داره که میخوایم. میخواد؟ نه عزیزم خوبه. این هم از استروسل ما. اندازه ها دقیق بهتون یه همچین بافتی میده. یه همچین بافتی رو میخوام. پولکی شنی در واقع. آره میتونیم بریزیم تو غذا ساز و راحت چند تا پالس بزنیم. آره مهم اینه که کره خیلی سرد باشه. آره ما یه ذره کرمون اونقدرم سرد نبود. کره سرد باشه چند پالس بزنیم راحت بهتون. تو کره رو از فریزرم در بیارین جواب پولکی بهتون میده. آره حله اینم از این. خمیرمون رو ببینیم. بله خوبه 2 برابر شده. به گامبالو شده دیگه. آره دیگه. گامبالو بچه‌ها خمیر بسیار لطیفه، بسیار خوش عطر. آره و میبینین کرش چقدر زیاده. من اصلا حتی نمیخوام اینو به طور معمول چونه بگیرم، حالا چونه رو خیلی گردش کنم و وسواس در خیلی گرد کردن چونه داشته باشم. خب بذار که اینجا باشه. این سفر رو خالی کنیم که اینجا ورز بدیم. نمیخواد ورز بدم ولی بازش کنم. بذار برای تخته بذارم. تخته بذار. این کوچیکه. چرا خوبه؟ نه خوبه. یکم باز میکنم. بستگی داره که شما چه سایز از این نون رو بخواین، اما من به شما میگم خوردن خمیر خالی زیاد لطفی نداره.
بنابراین یه ذره درشتر بگیرین که بتونین مواد بیشتری توش بذارین و خوشمزه بشه. کوچیک‌تر. آره کوچیک‌تر. الان مثلا اینو 8 تا در بیاریم. کاردک داری؟ 8 تا در بیاریم. 8 تا در بیاریم به نظرم خوب. اگه کاردک به من بدین، کاردک مخصوص نونوایی. بله. مستر شف. خلاصه جنس ابزار خوب به من بدین دیگه. ابزار الکی ندید. این خوبه. اون خوبه. بله. خب دوباره این اون دوتا. اونجوریش کنیم. دوباره این. یعنی در واقع اگر اینو یه ساعت در نظر بگیرین امی خب 8 تا شد. 8 تاش زیاد چیز نشد، هم اندازه نشد بچه‌ها. به هر حال باید چند دقیقه یه رو 8 تا 7.5 دقیقه یه کوچولو سر 7.5 دقیقه برش. آره نمیخوام زیاد اینو چونه اونطوری چون کره داره زیادم. آره زیاد باش بازی اون زیاد انجام نمیدم. چیز باعث میشه روغن پس بده. بنابراین اینا نونای روستایی هستن. حالا خیلی هم نمیخواد در بند این باشیم که وای اینجاش ترکید وای اونجاش باز شد. آره نون روستایی. خب حله. این از این یه کوچولو استراحتش میدیم. خیلی کم. یه پارچه‌ای بیاندازیم. لیوانمون رو یا تو روغن یا توی آرد میزنیم، ولی چون این خمیر الان احساس میکنم خیلی چربه دیگه روغن نه حقیقتا به قول افشین. چاله خشکه. بعضی وقتا هم لازمه مثلا دوبار این کارو بکنین یه ذره چون استراحت میکنه ور میاد. خب گوگولی هستم. فر چقدر همی جان؟ 180. 180. برم فر روشن کنم. بله فر رو روشن میکنیم روی 180. یه مقداری گرم بشه. بابا چه کار قشنگی. به بچه‌ها حتی میتونین ترکیب ساده فقط خود پنیر رو اون کرم پنیریمون رو بذارین. یعنی شما میتونین اصلا مربا و سروسل رو حذف کنین. یعنی کاملا سلیقه‌ایه. بچه‌ها یه چیز دیگه حتی میتونین اینو سیوری کنین، غذایی باشه دیگه، خودتون میدونین. هر ترکیبی که خودتون دوست می‌دارید دیگه. آره. سیلپت بیارم. بله. بله. کاش اصلا بهتر بود توی سینی و سیلپت میذاشتیم اول این کار میکردیم. آروم اینا رو تا دیر نشده چیز کنیم که سنگین تر نشه. آره همینجا دوباره توی انتقال میتونین یکم دیواره ها رو به خاطر خمیر مایع احتمالاً افزایش سایز داریم، بنابراین فاصله رو فکر کنم برای رعایت کنم. نه آره. چند تا بذاریم. ببین توی ویدیوهایی که من دیدم حتی به هم چسبیده بود ولی راحت از هم جدا میشه. اینا به هم چسبن بعد بخوان جدا کنیم بعد اینجوری که وای این قناس شد، وای این دیگه پرفکت سیرکل نیست. من نمیخوام که پرفکت سیرکل بشه. مثلا پرفکت بودن یه جوری حال منو بد میکنه. اوف من انگار یک دروغه، یک فریبه. یالا داستانشو بگو. این ایدئولوژی از یه جایی داره آب میخوره. من میخوام بذارم اینجا، شرمنده این دوتارم. خب اینا همه به هم میچسبن. اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. معلومه که نداره چون ما با هم قرار گذاشته بودیم که یکی بخوریم، ولی چون به هم میچسبن که دیگه نمیشه تشخیص داد. من یه بخشیشو میخورم یه بخشیشو. کرم پنیریمون. کرم پنیرمون از این نچشیدم. نه نچشیدم. تخم مرغ داره. خب این از این اصلا میتونین زیاد بریزین که حتی یه ذره سرریز شه. یعنی یا برای بقیه‌شون هم بذار. بچه‌ها مثلا من دیدم نصفشو اینجوری کرم پنیر ریختن، نصف مربا ریختن، ولی من دوست دارم این لایه پنیری رو کامل بذارم بعد یه کوچولو مربا روش بذارم.
خیلی هم زیاد نه، بقیه‌شو میتونیم بعداً از فر در آوردیم. آفرین افشین با سلیقه. البته این دیگه شبیه پاولووا شد. من دارم خیلی پروپیمون و امینه طوری کرم میذارم، اینقدرم دیگه کرم نداره. امینه از اوناست که برای 4 تا مهمون 8 پیمانه برنج میپزه. نه دیگه 8 پیمانه نه، ولی 6 تا رو میپزم. خب باحاله، ما عاشق آدمایم که اینجا. اولا که همیشه ممکنه که یه مهمون یکی دیگر رو با خودش آورد. بعدم این که شاید یه روز خیلی گشنه بود، شاید یکی از مهمونام تو روزای پر استرس و سختی بود خواستم یه غذا یه وعده‌شو بدم با خودش ببره. چقدر قشنگ. اصلا تهش چی میشه؟ میمونه شب میخورم. یه کوچولو میذاریم بمونه، بعد با این زرده تخم مرغی که یادتونه تخم مرغ زدم نصف کردم، با این یه رومالی این دو رو انجام میدیم. به زردمون چیزی اضافی نمی‌کنیم؟ وانیل میخوای یکم بزنی؟ یه ذره خامه. خیلی خوشگل میشه. میدونم. خیلی خوش رنگ میشه. آره خوش رنگ میشه، یه ذره بوی تخم مرغ هم میگیره. الان یه ذره غلیظ شد، یه کوچولو شیر برام میریزی توش؟ جناب من ترچکونم. تو توضیحات بده. خب بعدن که خواستیم رومالو بزنیم اون موقع توت فرنگی و استروسل هم میریزیم روشون، میذاریم توی فر. چقدر؟ 180 درجه تا زمانی که رنگ مطلوب ما رو بده. اگه غلیظ بزنید بچه‌ها رنگش تیره میشه. تیره خوشگل‌تره البته. آره اگه رقیق کنین روشن میشه، بسته به ذائقه‌تون تا میره نارنجی، واقعا آجوری روشن. تراکوتایی نارنجی کدر. و تا قهوه‌ای خوش رنگ پیراشکی توری، از اون پیراشکی خیابونیان. به خیلی خوشگل میشه. وای زیبا. من یه مقداری از این ترکیب اونو میتونیم حتی بعدش هم بعد پخت هم بریزیم. بعدم که حتما میریزیم. داریم اندازه؟ حتما. زیاد نمیخوام بریزم. یه خانومه هست خیلی من دوستش دارم، خیلی بانمکه، آشپزی میکنه بعد میگه beautiful beautiful beautiful. تند که تلفظ میکنن شاید اونجوری به نظر قشنگ مام بزرگه. من میبینم هم قشنگ بیوشیفول ما میگیم بیوشیفول. شاید هم دندونش چیزه. این یکی کوچولو اگه نقلی پیدا کنم کنارش بذارم. 180 هی حاضر. خیلی خوب الان هم وقتشه که اینو دیگه آره با دست اینطوری میپاشیم حتی کنارهاش. قراره بره و یک اثر هنری بیاد بیرون. ولی واقعا خودم با این ترکیب زردآلو و انجیر رو ترجیح میدم. من فکر می‌کنم خیلی حالا الان این دیگه میوه فصله دیگه. آره. با میوه بومی خودتون درست کنید، میوه های در دسترستون، ولی با خیلی چیزا باحال میشه. خب بچه‌ها این زیبا در دمای 180 و تا زمانی که ما رصدش میکنیم طبق معمول. خیلی بچه‌ها پروپیمون گرفتیم ما. پروپیمون بگیریم. اونایی که مثلا مارمالاد میزنن اصلا ممکنه حتی خیلی تخت بشه و اینجوری پروپیمون بگیریم. اصلا شبیه شیرینی‌های بیکری شده. چرا که نه. من یه 15 دقیقه تایمر میدم برای اینکه دستم در نره، یه موقعی گرم صحبت نشیم این بچه‌هامون. اوکی. چایمون هم که آماده است. چایمون هم که آماده است. این آثار انفجار رو همینجا ببین اوکیه؟ بله بله بله. به 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 به. این از زیبارویان ما. چقدر خوشگله. واقعا الان تنها چیزی که کم داره یه ذره از این جلاست. گلیز توت فرنگی مونه که کمی هم بالزامیک داره و
اون آشام ها رو به وسوسه میندازه. میتونم در این مرحله به شما از عطرش بگم تا بعد در مرحله بعد از طعمش خواهم گفت. جالبه واقعا، یه ذره عطر دامیه، بعد کره‌ایه و توت فرنگی میوه‌ایه و بوش خیلی هیجان انگیزه. من مطمئنم که این طعمش بی‌نظیره. وای چه چایی. وای زیبایی بافتو ببینین. راست میگه افشین، قشنگ بوی محلی بودن رو میده. آخرین بار که گفتیم بهترین چیزی که پختیم چی بود؟ همین نون چیز و سبزیجات رو پختیم و که با خمیرش بعد اون یه داره کارامل هم روش ریختیم. بچه‌ها اینم میتونه بهترین. میخورد عوض میشه. ببینم. همه شش اندازه است. به به. خیلی خوشمزه. این یه گازی که وای چه بافت قشنگی داره خمیرش. مال ما پنیرمون چون نمکی تره جذابش کرده. چون کاملا پنیر نمک بذارید پنیرتون. این خیلی خوشمزه، این تضاد خیلی خوشمزهش کرده. بر من همیشه ترکیباتی که یک ترکیبی از شوری و شیرینی و کمی ترشی میوه و اینا خیلی حس مرموزی بهم میده. یعنی ذائقه ما که عادت کرده یک چیزی رو با یک تکلیف مشخصی بچشه، وقتی اینجوری به چالش میکشیم احساس میکنم مثلا تمام اون گیرنده های چشاییتون درگیر میشه و یه حجم زیادی پالس به مغزتون میده، میگه شوره، شیرینه، ترشه، یعنی خیلی حس باحالی میده. بنابراین این پیچیدگی طعمش خیلی جذابش میکنه. آره تمام شد. ما فکر کنم بتونیم اونم نصف کنیم. خیلی زیباست. این اثر هنریه. خیلی یکی گاز بزن ببین چه جوری میشه. نه دیگه واقعا یک کامل خوردم. میدونی که من واقعا خوردم، میدم کوچولویه. خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی محبت کردین. خلاصه امیدواریم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. واتروشکا به مذاقتون سازگار باشه، لذتشو ببرین. به نظر من که خیلی خوشمزه. آره واقعا خوشمزه بود. با سر بلند میگم که مرسی از شما هم. با سر بلندی. با سر بلند. مراقب خودتون باشین تا هفته بعد. امروز هر چی بلایای چه خوب تو هستی. زهره الان میخواد برق برا. آها اینطوری. خب امین جون بچه‌ها امیدوارم که دوست داشتین دیگه، خوشتون اومده باشه و نه امیدوارم که دوست داشتینم سوتیه. بیا افشین حالا ما میگیم آقا این یه رو موند. خب واقعا الان ممکنه برق بره. آره این هم از یه رو. این یکی دیگه از مورد علاقه‌امه. وقتی که پیدا شدی. بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی مزه داد طبق معمول.